6 تا سایت برای طراحی لوگو با هوش مصنوعی. با ما همراه باشید. خیلی خوش اومدین. حتما براتون پیش اومده برای اینکه یه لوگوی حرفه‌ای داشته باشین دنبال یه طراح حرفه‌ای بودین، اما هوش مصنوعی اومده این کار رو براتون خیلی ساده تر کرده. من امروز 6 تا سایت رو بهتون معرفی میکنم و طرز کار با هر کدوم رو بهتون آموزش میدم. شما میتونید از طریق اینا یه لوگوی حرفه‌ای برای خودتون بسازین یا حداقل از اونا ایده های خیلی خوب بگیرین که بتونید یه لوگوی خیلی حرفه‌ای تر برای خودتون بسازین. با ما همراه باشین. خب بریم سراغ اولین سایتی که برای طراحی لوگو میخوام بهتون معرفی کنم. اولین سایتمون سایت logodesign.ai هست که اینجا اول اسم برندمون رو مینویسیم که حالا من چون میخوام برای چنل یوتیوبمون یه دونه لوگو درست کنم، همینجا مثلا اسم چنلمون رو میزنم مینای آی، کرییت لوگو رو میزنیم. اینجا یه اینداستری رو مشخص میکنید. حالا من چیزای مختلفی داره که من اینجا آکادمیک یا حالا آکادمی رو انتخاب میکنم. من معمولا از این پالت رنگی این پرفکت رو خیلی بیشتر دوست دارم انتخاب میکنم. اینجا اسم برندمون رو انتخاب میکنیم و حالا یه شعاری میتونیم، حالا من شعار خاصی ندارم، در حال حاضر همون artificial intelligence رو میزنم و خب اون مرحله قبلش ما اومدیم اون توی گروه هایی که انتخاب میکردیم آکادمیک رو انتخاب کردیم. خب این تصاویر برای کار من مناسب نیست. میام اینجا میتونم حتی سرچ کنم و حالا تصاویر مرتبط رو برام میاره. حالا از اینجا میتونیم 5 تا تصویر رو انتخاب کنیم که حالا من رندوم انتخاب کردم، کنتینیو رو میزنم و حالا یه تعداد تصویری داره برامون جنریت میکنه. ببینید بچه، به نظرم کارهای جالبی اومد برامون تولید کرد. اینجا لود مور رو بزنیم حتی تصاویر خیلی بیشتری، یعنی خیلی الهام و ایده میتونیم از رنگش، از نوع طراحیش بگیریم و ازشون استفاده کنیم. اینجا حتی میتونیم آیکون رو تغییر بدیم، نوع شعار و رنگ بک‌گراند و یه سری تغییرات این چنینی میتونیم توش بدیم که حالا هر کدوم رو بزنیم روش باز بهمون میگه که چه انتخاب هایی میتونیم داشته باشیم. حتی بهمون گفته که این لوگو مثلا روی گوشی بیاد چه شکلیه، چه تصویری رو شما نمایش میده، روی صفحه دسکتاپ به چه شکل هست. به نظرم سایت نسبتا خوبی بود. سایت بعدی که میخوام معرفی کنم برند مارک. این برند مارک فیلتر هست. حالا به نظرم فیلتر شکنتون روشن باشه منطقی هست. حالا من دوباره روی سایت زوم کنیم که مشخص بشه. اینجا کرییت مای لوگو رو که بزنیم، من اینجا قبلا یه سری تصاویر ایجاد کردم حالا با همون اسم. اینجا اسم برندم رو زدم، اینجا یه شعاری بوده حالا نوشتم همون هوش مصنوعی و یه سری کیورد حالا هرچی به ذهنتون میرسه میتونید اینجا ایجاد کنید و باز یه پالت رنگی انتخاب کنید که حالا این پالتش به نظرم منطقی تر بود. حالا میتونید تک رنگ انتخاب کنید و میره سراغ جنریت کردن اون لوگو. نتیجه کار به این صورت شد که حالا هر کدوم از اینا رو باز روشون که بزنیم میتونید یه تغییرات کوچیکی بدیم. مثلا یه ادیت رو که بزنیم
اینجا یه ادیت داره، باز اینجا بک‌گراند، آیکون، شعارمون، اسممون، فونتش، یه سری تغییرات این چنینی میشه داد. اما این دوتا سایتی که تا الان معرفی کردم قابل دانلود کردن نبود و اگر بخوایم ازشون استفاده کنین میتونید یا از خود صفحتون اسکرین بگیرید حالا حالت بزرگ شدهش رو، یا اینکه فقط به عنوان ایده ازشون استفاده کنید. سایت بعدی که میخوام معرفی کنم سایت اپ لوگو مستر AI هست. باز اینجا یک کاتگوری رو انتخاب میکنیم. من اینجا این کاتگوری رو انتخاب کردم. از بین اینا باز داره میگه که یه 3 تا لوگویی که فکر میکنی که بیشتر به سلیقت میخوره انتخاب کن. من رندومی 3 تا رو انتخاب کردم. باز یه پالت رنگی میخواد که من اون پالت رنگی مورد علاقم پرپل رو انتخاب میکنم. کامپنی نیمم رو میزنم، شعار رو میزنیم و باز اینجا یه کیورد داره که به یه سری عکس براتون میاره که عکس لوگوتون ما میخواییم همون هوش مصنوعی باشه. اینجا باز میتونیم یه تعدادی عکس رو انتخاب کنیم. باز من اینجا به صورت رندوم یه تعدادی رو انتخاب میکنم. اینجا باز 5 تا میتونیم انتخاب کنیم و سی ریزالت رو میزنیم. اینجا هم باز یه تعدادی شکل های مختلف و رنگ های مختلف. حالا باز این پالت رنگی رو ما بنفش انتخاب کردیم باز با اون لوگوهایی که ما انتخاب کرده بودیم و اسم چنلمون اینم بد نبود، جالب بود. باز اینم میتونی یه سری تغییرات توش ایجاد کنی، اما مسئله‌ای که داشت قابل دانلود فکر میکنم نبود. خب اینا رو اگر بگذاریم میریم سراغ یه 2 تا سایت هیجان انگیز. یه سایتی هست به نام lensgo.ai. همین سمت چپتون کرییت ایمیج رو میزنید. حالا اینجا سایز لوگوتون رو میتونید تعیین کنید و اینکه چه تعداد تصویری میخواین براتون تولید کنه. بچه چیزی که من امتحان کردم این بودش که اومدم حالا یه پرامپت فارسی نوشتم، گفتم که میخوام با موضوع هوش مصنوعی و اسم مینای یه لوگویی برای من بسازی. خب با فارسی زیاد متوجه نشد، خیلی هم براش یه چیز چرتی تولید کرد. اما کاری که انجام دادم به عنوان یه پیشنهاد میتونید وارد چت جی پی تی شین. حالا این پرامپتتون رو میخواید به فارسی بنویسید یا میخواید به انگلیسی بنویسید. من گفتم کارتون اگر راحت‌تر بشه و حالا انگلیسیتون خیلی خوب نباشه، من مثلا اینجا نوشتم یه پرامپتی میخوام به زبان انگلیسی برای تولید، برای اینکه بیای یه لوگویی رو برای کانال یوتیوب من تولید کنی با موضوع هوش مصنوعی. اسم کانال من هم مینای آی هست که یه سری جزئیاتی رو اومد بهش توجه کرد که من اصلا به اینا توجه نکرده بودم و قطعا وقتی پرامپت می‌خواستم بنویسم اینا رو در نظر نمی گرفتم. حالا کالرشون، اون نوع عکسی که میخواد براش در نظر بگیره، استایلش، تایپوگرافیش، و حالا میتونید این رو حتی یه سری تغییرات توش بدید و یا اینکه اصلا ببرید یا توی ترنسلیت یا از خود چت جی پی تی بخواید براتون ترجمه کنه. ببینید مثلا اینجا گفته که آیکونش مرتبط با هوش مصنوعی باشه، مانند شبکه‌های عصبی، رنگ بندیش حس فناوری و هوش مصنوعی رو منتقل کنه، رنگ‌های آبی نقره‌ای بیشتر استفاده کن، تایپوگرافیش واضح و خوانا باشه، حالا مدرن و شیک باشه، سبکش ساده و مینیمالیست باشه. اینا همه چیزهایی بود که دقیقاً توی ذهن من بود ولی من ازش استفاده نمی‌کردم. و دقیقاً اومدم این پرامپت رو، حالا میتونیم از همینجا کپی کنیم
و داخل لنزگو اومدم اون نکته های مهمش رو انتخاب کردم و اینجا آوردمش. ببینید تصاویر خیلی جالبی برای من تولید کرد، خیلی هیجان انگیز بود. با پرامپتی که نوشته بود حالا تو سایزهای مختلفی من اومدم اینو تولیدش کردم. سایت هیجان انگیز دیگه ای که احتمالاً خیلی باهاش آشنایی باید داشته باشین سایت لئوناردو هست که اینم با اکانت گوگلتون وقتی عضو میشید و یه اکانتی میسازید، این قسمت سمت چپ یه سری ابزارها داره که ابزارهای خیلی جالبی داره. حتما پیشنهاد میکنم ازش استفاده کنید. حالا میتونیم حتی یه ویدیوی دیگه ای براش بسازیم، به تمام ابزارهای لئوناردو رو معرفی کنیم اگر آشنایی نداشته باشید. اما برای کار خودمون اینجا یه ایمیج کریشن هست. ما اینجا یه تعداد سکه‌ای داریم در روز که میتونیم حالا یه سری تصاویر باهاش تولید کنیم. این تصاویری هست که من باهاش تولید کردم. این سایت لئوناردو با زبان فارسی هم بدکی کار نکرد، جالب بود. من این تصاویر رو با زبان فارسی، یعنی با پرامپت فارسی تولید کردم. بد نبود، خوشم اومد. اما حالا همون پرامپتی که توی چت جی پی تی گرفته بودم اومدم اینجا توی لئوناردو ازش استفاده کردم. خوبی که این سایت داره، حالا توی اون سایزی که خواستین میتونید خیلی راحت اینو دانلودش کنید و توی دانلوداتون میره. ببینید من چقدر لوگو دانلود کردم. به نظرم لئوناردو بهترین گزینه بود. فراموش کردم لنزگو هم جزو سایت هایی بودش که میتونستید دانلود کنید اون لوگوتون رو. امیدوارم که از این آموزش استفاده مفیدی داشته باشید و بتونید اون لوگوی مورد نظرتون رو تولید کنید و یا حتی ایده های خوبی ازش داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.